یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. هفته پیش حکمشو به خودش ابلاغ کردن و حکم 6 سال حبس رو بهش ابلاغ کردن و این حکم برای ما خیلی دور از انتظار بود و با وجود اینکه پسر من دانشجو نخبه است، دانشجو مکانیک شریفه و هیچ مورد تخلفی هم ایشون نداشته و قاضی دادگاهش هم تو دادگاه هیچ موردی نبود که بخواد بهش استناد بکنه و به خاطر همین 50 روز حکمشو به تطبیق انداخت و بعد از 50 روز صادر شد حکم. پسرم 29 شهریور تولدش هفته دیگه. من به عنوان یک مادر رنج کشیده بعد از 7 ماه دوری از فرزندش از مسئولین میخوام پسر منو برگرده. طاقت بیار رفیق 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 طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفانو پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق خورشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق